گفتم که باید که در پرتو سخنهای حضرت علی ما باید بها دهیم همین حادثه رو. اولین که نقطه‌ای که باید ما اینجا سخت ترکیز کنیم این است که در نامه 58 در نهج البلاغه آمده است، امام علی ابن ابی طالب میگن که اهل شام واسه کردن، میگن که ما دین ما یک است، خدا ما یک است، پیامبر ما یک است، همگی ایمان به روز قیامت داریم، فقط اختلاف ما در سر خون عثمان است. آیا خون عثمان فی الحال قصاص گیریم یا بعد اون که دولت پابرجا شد و پاش مستحکم موند بعد خون عثمان گرفته شد؟ چون که قصاص خون عثمان، چون که دیگه وقتی زمانی فتنه شد در حضرت عثمان رو کشتن، دیگه دولت چه شد؟ نااستوار شد، یعنی که بسیار سیستم‌های دولتی اداریوی و فلج گرفتار شد. بنابراین حضرت علی میگفتن که باید که اول مستحکم شود بعد قصاص گیریم. ولی اینا فتنه‌گرا در همونجا پهن و پریشانن. اما معاویه و طلحه و زبیر این طرف و حضرت عایشه میگفتن که باید که فی الحال گرفته شد قصاص. یعنی اختلاف در سر همین است. یعنی حضرت علی چی گفتن؟ و یا مسلمانان و یا مؤمنان، خدا ما یک است، قرآن ما یک است، پیامبر ما یک است، دین ما یک است، قبله ما یک است. تنها اختلاف ما چی است؟ سر قصاص گرفتن از قاتلای عثمان.